سلام عرض ادب خدمت همه دوستان. خب امروز دوستان من یه ترید داشتم در چارت یورو بر اساس لبه های ولوم پروفایل. خب میخوایم امروز با هم دیگه اول آموزشش رو کار کنیم و بعد از اون ترید رو با هم دیگه ببینیم. خب دوستان توجه بکنید، در یک بازه زمانی، اگر بذارید من این رو خط صاف بکشم که تمیزتر بشه، فرض بگیرید یک بازه زمانی رو ما داریم. حالا این بازه زمانی میتونه، فرض بگیرید این بازه زمانی میتونه هم یک روز باشه، هم یک هفته باشه، هم یک سال باشه یا هر چیز دیگه. فرض بگیرید حالا ما یک روز رو در نظر میگیریم. شروع مارکت از این قسمت بوده و مارکت حالا یک حرکت مثلا ریزشی داشته و بعد از اون اومده حرکت سودیشو کرده رفته و بعد از اون توی این قسمت بسته شده. پس اوپن مارکت توی این قسمت بوده و کلوز در این قسمت. خب ولوم پروفایل چی میگه؟ ولوم پروفایل یک ابزاریه که ما میتونیم در جریان سفارشات ازش استفاده کنیم، در سبک والیوم پروفایل یا جریان سفارشات ازش استفاده کنیم، به این صورتی که میگه در طول یک روز فرض بگیرید ما یک مقدار حجم داریم که حالا این حجم ها حالا ممکنه مثلا اینجا زیاد شده باشن و به مرور همینجور کم شده باشه. ولوم پروفایل میاد به ما میگه من 68% بیشترین حجم یک روز رو میام به شما نشون میدم. پس چجوریه توی ولوم پروفایل؟ مثلا میگه این تیکه از روز، این تیکه بیشترین حجم رو در طول یک روز ما داشتیم. پس دو تا خط برای ما میندازه، میگه 68% بیشترین حجم یک روز رو توی این ناحیه داشتیم. پس دو تا لبه به ما میده. پس لبه بالایی ما میشه value area high، یعنی لبه بالایی value area high و لبه پایینی میشه value area low. پس این دو محدوده، حالا فرض بگیرید خب ما چه چیزی رو میخوایم، به این صورتی که مثلا وقتی که روز بعدی شروع میشه، ببینید فرض بگیرید روز بعدی اینجاست، از اینجا روز بعدی شروع شده. خیلی خوب، پس ما انتظار داریم اگر قیمت حرکت کرد و حالا مثلا برخورد کرد به لبه ولوم پروفایل دیروز، اینجا یه ریاکت ببینیم و همینجور اگر برخورد کرد به لبه ولیو اریا لو دیروز، یک ریاکت اینجا میتونیم بگیریم. حالا اینجا وقتی که قیمت میرسه، حالا قیمت چند حالت داره، یا میتونه داخل این لبه باز بشه، شروع روزمون داخل لبه باشه، یا مثلا از بیرون لبه باز بشه، خب انتظار داریم بیاد بخوره به این لبه و بعدش بریزه، یا از بالای ولوم پروفایل ما باز بشه، یعنی مثلا فرض کنین اینجا شروع مارکت بوده باشه. پس سه حالت میتونه بشه، یکی داخل خود این لبه ها باشه، یکی پایین این لبه ها، یا بالای لبه ها. خب حالت های مختلفی داره، ولی خب من میخوام کلیتی رو خدمت شما عرض کنم به این صورت. پس وقتی که قیمت به لبه ولوم پروفایل ما برخورد میکنه، حالا چه لبه بالایی چه لبه پایینی، ما میتونیم انتظار یک ریجکت از قیمت داشته باشیم که البته با تمامی شواهد رو در نظر بگیریم که آیا اینجا مارکت میخواد بریزه یا نه، یا اینجا مارکت مثلا برخورد میکنه به لبه ولوم پروفایل پایینی، وقتی که برخورد میکنه آیا میخواد حرکت سودی رو بکنه یا نه. بر اساس شواهدی که توی چارت میبینیم میتونیم تصمیم بگیریم که در جهتش اقدام بکنیم به خرید یا نه، یا ممکنه قیمت وقتی که رسید به این لبه حرکت سودی بکنه و بعد از اون پولبکش رو بتونیم شکار بکنیم. اینجا دیگه بر اساس سبکی که شما کار میکنین میتونین شواهد رو در نظر بگیریم. مثلا بچهای ولوم تریدینگ مثلا اینجا دنبال حجم میگردن، دنبال
دلتا دایورجنس میگردن یا مباحث دیگه. ولی خب در سبک های دیگه هم میتونین این رو استفاده کنین. مثلا بچه های اسمارت مانی وقتی که قیمت به این لبه برخورد بکنه و برگرده، اگه گره معاملاتی اینجا براشون به وجود بیاد، خیلی گره قوی تری هست. اینجا میتونن شاهد خیلی خوبی داشته باشن برای ورود به مارکت. خب من یه ترید داشتم بر اساس لبه به این صورت. دیروز اگه من خط مثلا روز قبل رو اینجوری برای شما بکشم، به این صورت بوده. لبه ولیو ایریا های روز قبل اینجا بوده و لبه ولیو ایریا لو دیروز اینجا بوده و قیمت به این صورت باز شده بود که از روز جدید به این صورت باز شده بود. یک بار این لبه رو شکسته بود، اومده بود پایین. یک بار اینجا دوباره تست کرده بود به این صورت و من بعد از این که دیدم اینجا تست کرده اومده، توی ریتستش اینجا من وارد پوزیشن شدم و تارگت 1-2 و 1-3 خودم رو گرفتم. و البته دوستان باید در نظر بگیرید، مثل این تیکه‌ای که در همین امروز اتفاق افتاده بود، باید شواهد رو ما اینجا در نظر بگیریم. مثلا من اینجا اگر خدمت شما بخوام عرض کنم، من اینجا هم حجم داشتم نزدیک به 200 کانترکت حجم رو دیده بودم، هم دلتا دایورجنس رو دیده بودم و چند تا شاهد دیگه من اینجا داشتم، حتی شاهد کندل استیکی، و به همین دلیل اینجا ورود کردم. و الا اینجوری نیست که قیمت اگر مثلا رسید به این لبه من بگم خیلی خب حتما میخواد حرکت صعودی بکنه و وارد پوزیشن بای بشم، یا بیاد بشکنه به اینجا برسه بگم خیلی خب میخواد پول بک کنه و پس من وارد پوزیشن سل بشم. نه، باید شواهد رو در نظر بگیریم. ممکنه قیمت برسه مثل اینجایی که روز قبل، یعنی اول روز رسیده بود، خب شاهدی نداشتیم، چیه محکمی نداشتیم برای گرفتن پوزیشن سل، برای همین ورود نکردیم. پس قیمت رفته باز اومده، حتی به عنوان پول بک ما این رو در نظر نگرفتیم. برای بار اول اینجا مثلا من شاهد نداشتم، برای همین ورود نکردم پوزیشن سل. برای بار دوم اینجا شواهد رو دیدم و با اطمینان زیاد وارد شدم و پوزیشن خودم رو گرفتم. بریم با هم دیگه روی چارت و ترید رو با هم دیگه دنبال کنیم. خب دوستان، همینجور که میبینید این پوزیشن در چارت یورو یو اس دی گرفته شده. من لبه ولوم پروفایل رو میخوام به شما نشون بدم. اینجا ببینید این لبه ولیو ایریا های روز قبل، یک بار مارکت شکستتش و بار دومی که داره میاد تاچش کنه. بار اول من شاهدی نداشتم و بار دوم شواهد رو دیدم و وارد پوزیشن شدم. دوستان توجه بکنید این پوزیشن تقریبا 35 دقیقه زمان برد تا بسته شد. همونجوری که میبینید مارکت در ابتدا میریزه و بعد از اون برمیگرده و ریتست میکنه همون محدوده رو، که باز هم من اگر این پوزیشن رو نگرفته بودم حتما اینجا این پوزیشن رو میگرفتم و دقیقا همینجا، و برمیگرده تارگت اول و بعد از اون تارگت دوم من رو میده. خسته نباشید، خدا نگهدار.